منزل سورش کمر نصف شب هنگام باریدن باران سیل در دهه منیژه ولایت کوهی هیماچل پردیش فرو ریخت. نیروی برق نبود. ما مشعل‌ها را روشن کرده دیدیم در همه حجرات دیوار کفیده است. رخنه بزرگتر میشد و نزدیک صبحانه فرو ریخت. ساکنان دهات همسایه هم چنین دهشت را از سر گذرانیده فعلا در خیمه ها به سر میبرند. ما کودکان خردسال و یک خانم سالخورده را گرفتیم و از ده فرار کردیم. وقتی ما به پایان رسیدیم زمین به لغزیدن شروع نمود. از زیر آن آب می برآمد. به همدیگر کمک رسانیده از آنجا گریختیم. امسال موسم بارانها صدها عائله را بخانمان کرده شهر و دهات خرد و بزرگ را به خاک یکسان کرد. مقامات هندوستان در این منطقه وضع فوق‌العاده اعلان کرده‌اند. خادمان سازمان‌های خیریه به مردم دهات آسیب دیده غذا و لباس تقدیم می‌کنند. این غضب طبیعت بود. ما نمی‌دانیم که سببگار این آفت باران بود و یا لغزش زمین. من هیچگاه چنین فاجعه را ندیده بودم. یک پژوهشی که اخیراً در مجله نیچر انتشار گشت از آن گواهی می‌دهد که کم شدن بارش برف و برعکس افزایش بارش باران در نیمکره شمالی عالم خوف آفت‌ها را در مناطق کوهی بیشتر کرده است. بارش برف منظم نیست. آن هم خیلی دیر باریده به نزدیک شوی تابستان آب می شود. باران زیاد در موسم به اصطلاح موسون رطوبت زمین را بالا میبرد. بنیادی با سرعت راه‌ها و شهرها در منطقه‌ای که برای سیاحان جالب است وضع را ناگوارتر می‌کند. دعوت‌ها برای رشد دوامدار منطقه زیاد به گوش می‌رسد، ولی برای ساکنان دهات منیژه و بیجوی که طول عصرها در این تپه‌ها به سر برده اند دیر شد. آنها به جای امن برای اقامت نیاز دارند.